تختم تا 1 سال پیش نداشتم. روز این میخوابیدم من اینجا، ولی دیگه دامادم گفت تخت بخره اینا. 2 سال پیش اصلا ماشین نداشتم. دیگه انقدر گفتن زشته با اسنپ میری میای، ترجیح دادم یه ماشین بخرم. به زمین خیلی عادت دارم، راحت‌تر بخوام. خدا شاهده یه شبای شام نمیخوردیم. یه شبایی فقط مثلا 6 عصر میخوردیم. برای اینکه شام نخوریم مثلا 8 شب میخوابیدیم. با گشنگی میخوابیدیم. مهمون میومد خونمون، قشنگ یادم مادرم میگفت شما نخورید، بذارید بخورن، اگر رسید تهش به شما بخورید. بابام راننده تاکسی بود، 9 شب میرفت تا 4 صبح. چرا 9 شب تا 4 صبح؟ مریض بود دیگه، نمیتونست تو روز کار کنه. توی خونه خیلی کوچیک بودیم که 6 نفره زندگی میکردیم. شاید بگم یه اتاق بود، دستشویمون یه دستشوی داغون. جاییم که ما مستاجر بودیم حموم نداشتیم، اصلا آب داغ نداشتیم. تو من حیاط بچه رو آب داغ میکردم میشستم. درست میبری یه روزایی مادرم صبح تا غروب میرفت خونه این ور اونور کار میکرد. کار آر نیست ولی خوب نبود که بره خونه دیگران رو تمیز کنه فلان کنه. ولی من میگم راهی که درست باشه خدا هم کمکت میکنه و به خانواده ما که خیلی کمک کرد. محمد خدابندلو عزیز بهش که خدا بدجور دوستش داره. همه چیز پول نیست. با خدا صحبت میکنم، میگم اگه قرار من یه پولی بهم برسه یا به جایگاه بزرگ برسه و گذشته‌مو فراموش کنم، بهم نده.